با سلام و ارادت خدمت تک تک عزیزان حاضر در جلسه. بسیار خوشبختم از اینکه این شانس رو دارم که به صورت مجازی در خدمتتون باشم. قبل از هر چیز از عزیزان دستن در کار انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون نهایت تشکر و سپاس رو دارم از اینکه من رو دعوت کردن به گرد همایی روز زن و همچنین از اینکه چنین جلسه‌ای رو تدارک دیدن به مناسبت این روز عزیز. طبیعتاً روز زن رو به همه شما عزیزان، به بانوان عزیز و به همه مردان آزاده از صمیم قلب تبریک میگم و امیدوارم شاهد روزهای بهتری برای همه زنان جهان باشید. موضوعی که امروز قرار هست راجبش مختصری صحبت کنیم زن و مهاجرت هست. سوژه‌ای نسبتاً آشنا برای همه ما از زاویه‌های مختلف از زندگی شخصی، اجتماعی، بعد از مهاجرت. طبیعتاً بحث مهاجرت خودش به تنهایی از نظر اجتماعی بسیار پیچیده هستش، ولی وقتی با مسئله جنسیت همراه میشه پیچ و خم‌های ویژه خودش رو پیدا میکنه و گرچه خیلی برام سخت هست که راجع به یک موضوع به این مهمی 15 دقیقه اون هم به صورت مونولوگ در خدمتتون باشم، ولی نهایت تلاشم رو میکنم که به صورت سرفصلوار موارد و یا در واقع گروه بندی هایی رو که در تئوری و در عمل ما باهاش مواجه هستیم و برامون اهمیت خاص داره رو باهاتون در میون بذارم و بحث و گفتگو رو به خود شما عزیزان میسپرم که از تجربیاتتون و دانشتون با هم دیگه صحبت کنید و اونچه رو که در واقع شخصی یا اجتماعی تجربه کردید رو به اشتراک بذارید. به هر حال اونچه که میخوام مطرح کنم تعمیم نیست. نمیخوام وقتی اگر میگم زنان مردان منظورم همه زنان، همه مردان، همه زنان مهاجر، همه مردان مهاجر نیست. سوال اول ما این هستش که چگونه مهاجرت کردیم. اهمیت این سوال بسیار زیاد هستش، چرا که در واقع رابطه اون زن رو، رابطه اون شخص مهاجر رو با محیط اطرافش نوع مهاجرتش تعریف میکنه. اگر پناهنده‌ای باشه که مستقیم وارد خاک کانادا شده باشه با پناهنده‌ای که چند سال در یک کشور ثالث زندگی کرده، وضعیتش میتونه متفاوت باشه، تجربه هاش متفاوت باشه، نگاهش متفاوت باشه، چالش هاش متفاوت باشه. اگر زنی هست که به صورت متخصص مجرد بدون خانواده مهاجرت کرده فرق میکنه. اگر زنی هست که با همسر، فرزندان، باز پیشینه سابقه به هر حال خانوادگی و زندگی خانوادگی مهاجرت کرده و به صورت حرفه‌ای خودش یا همسرش به صورت مهاجر اومدن کانادا، باز وضعیتش متفاوت هست. اگر زنی هست که با اسپانسرشیپ ازدواج مهاجرت کرده، باز وضعیتش متفاوت هست و روابطش با دنیای اطرافش. و یا اگر کسی با ویزای کار و یا طبیعتاً ویزای بیزنسی یا تجارت اومده، باز هم روابط ویژه خودش رو میتونه تعریف کرده باشه در محیط اجتماعی و خانوادگیش. با این در واقع تفکیک وارد یک طبقه بندی میشیم که این طبقه بندی شاید خیلی کلی تر باشه با توجه به وقت کمی که داریم، ولی دلم میخواد راجع به زنان اول از همه اگر بخوایم یک ترتیب خاصی در صحبتمون قائل باشیم، زنان مهاجر متخصصه که مجرد هستن. بیشتر این زنان جوان بین 30 تا 45 یا 50 سال هستن. اکثرا سابقه ازدواج ندارن و یا اگر ازدواج کردن و جدا شدن فرزندی ندارن، بنابراین اون رابطه خانوادگی ازدواجی رو در واقع با خودشون به مهاجرت نمیارن. این زنان معمولا بسیار از نظر حرفه‌ای
موفق هستن. یکی از دلایلش این هست که منعطف هستن برای محل کارشون، ساعتهای کارشون و درگیری های زنان دیگری رو که در واقع مسئولیت های خانوادگی دارن رو ندارن و به همین دلیل مشاغل حرفه‌ای خودشون رو میتونن زودتر واردش بشن و درش پیش برن. از نظر اقتصادی معمولاً به هر حال وضعیت خوبی دارن. بیشتر مشکل اونها روابط شخصی هستش، به این معنی که به دلیل تنها بودن و مرد نبودن از مزایای زندگی آزاد مردانه در واقع غرب برخوردار نیستن. همچنان اکثرا فرهنگ هنجارهای فرهنگی خودشون رو خب طبیعتاً دوش میکشن و جامعه زندگی اجتماعی غرب و به خصوص کانادا هم کمک زیادی بهشون نمیکنه که بتونن در زندگی اجتماعی اینجا حل بشن. در بسیاری از موارد برای مردان از ملیت‌های مختلف آسان‌تر هست که برن ایران، منظورم ایران کشور مبدأشون است، به کشور مبدأشون برن و اگر تصمیم به ازدواج دارن همسر برگزینن، ولی این امکان کمتر برای زنان مهاجر هست، چرا که قضاوت میشن، سخت هست براشون یا نرم نیست اصلا، حالا شاید بگیم هنجار و نرم نیستش. به همین دلیل به هر حال این زنان با وجود موفقیت در بعضی جنبه‌های زندگی، در بعضی جنبه‌های زندگی، در بعضی دیگر از جنبه‌های زندگی بسیار با چالش مواجه هستند. زنان دسته بعدی که خب پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره زندگیشون، زنانی هستن که مزدوج و همراه با خانواده مهاجرت میکنن. روابط خانوادگی طبیعتاً بعد از مهاجرت مثل همه چیز دیگر تغییر میکنه، تعاریف جدید پیدا میکنه، دستخوش اتفاقات عجیب و غریب میشه و به خصوص نقش هایی که زنان و مردان در خانواده و در اجتماع میپذیرند بعد از مهاجرت میتونه کاملا با اونچه که در زندگی قبل از مهاجرتشون بوده متفاوت باشه، میتونه زمین تا آسمون فرق کنه و این تعادل برقرار کردن بعد از این همه تغییر و یا جابجایی بسیار سخت هست، بسیار چالش انگیز هست و بعضی وقتا متاسفانه حتی به در واقع ختم اون زندگی خانوادگی منجر میشه. فشاری که روی زنها هست در خانواده از نظر ستون خانواده بودن، حالا چه از نظر وظایف همسری و مادری به صورت اون وظایف سنتی که همه توی ذهنمون هست، از غذا درست کردن و خونه رو رتق و پتق کردن و به امور فرزندان رسیدن، فرزندانی که مهاجرت کردن دچار سردرگمی ها و به هر حال مسائل پیچیده خودشون هستن، احتمالاً مادری که انگلیسی بلد نیستش یا خوب بلد نیست، با فرهنگ این کشور آشنا نیست و حالا با فرزندانی مواجه هست که باید نقطه ثقل خونه، اخلاق، رفتار، فرهنگ، آداب، رسوم رو هم در واقع با اونها تمرین کنه. یکی از مواردی که من دوست دارم در اینجا بهش اشاره کنم گذرا مسئله قانونی هستش. در مواردی که متاسفانه زندگی ها دوام پیدا نمیکنه بعد از مهاجرت، مشاهده این هستیم که زنها خیلی قضاوت میشن. زنها به این صورت که در کامیونیتیشون، در حلقه دوستانشون به این متهم میشن که منتظر بود مهاجرت کنه که طلاق بگیره. من دوست دارم که این آگاهی رو در واقع هممون با هم دیگه سعی کنیم در جامعه راجبش حرف بزنیم که اینطور نیست. زنان منتظر این نیستن که مهاجرت کنن و طلاق بگیرن. اگر همین شرایط رو عیناً در کشور مبدأ هم ایجاد کنید، همین امکانات رو به زنان بدید، همین چالش ها رو هم در کنارش بذارید، همون شرایط رو یه جوری بازسازی بشه کرد، شاید اونجا هم این زندگی در واقع دوام پیدا نکنه. یکی دیگه از گروه هایی که ما باهاشون زیاد کار میکنیم و شاید کمتر دیده میشن مادران تنهای مهاجر هستن یا سینگل مام های مهاجر. سینگل مام کلن سینگل پرنتینگ یا
پدری یا مادری تنها بسیار کار سختی هست. وقتی با مهاجرت همراه میشه چالش‌های بیشتری رو به همراه داره، به این معنی که برفرض چون بیشتر موارد زنان هستن که کاستدی و یا حضانت فرزندان رو به عهده میگیرن و خودشون در واقع این داوطلبانه این کار رو میکنن، برای همین بیشتر ما با سینگل مادرینگ مواجه هستیم تا سینگل فادرینگ. البته اون هم وجود داره و بسیار مسائل خودش رو داره که من باهاش آشنایی خاصی ندارم، ولی در مواردی که مادران تنها از پیشینه مهاجرت هم در واقع پیشینه مهاجرت هم دارن، چالش های فرهنگیشون و اقتصادیشون شاید بیشتر از زنان غیر مهاجره، به این معنا که این زنان به تنهایی باید بتونن هزینه های فرزندانشون رو یا فرزندشون رو تأمین کنن، بنابراین باید زندگی حرفه ایشون رو کاملا جدی دنبال کنن و وقت آزادشون رو تماما در اختیار فرزندانشان، نیازهای فرزندانشون و همچنین مسائل فرهنگی مربوطه به خانواده، نقش پدر، مادر در فرهنگ مبدأ و مسائل قانونی بعد از طلاق و جدایی و مسئله حضانت و کاستدی و یا در واقع قیومیت با اینها درگیر هستند. پس از یک طرف از نظر قانونی تحت فشارن و دائما باید با دادگاه، وکیل سر و کله بزنن، در واقع مسئله مالی، زیر فشار مالی هستند، مسئله حرفه‌ای رو باید در نظر بگیرن و مسئله تربیت فرزندان. من وقتم تقریبا تموم شده میدونم، ولی دوست دارم به یکی از گروه های دیگه اشاره خیلی کوتاهی بکنم و خواهش میکنم از همه که در مورد این گروه خاص به خصوص توجه ویژه داشته باشن، چرا که در فرهنگ ما همیشه بزرگتری هم معنی خاص خودش و جایگاه خاص خودش داشته و اون زنان مهاجر سالمند و یا سینیور سیتیزن هستن. منظورم از نظر سنی نیست وقتی خدمتتون سینیور رو عرض میکنم، مقصودم بیشتر در واقع در گروه مادر بزرگ ها قرار گرفتن، حالا هر سنی که هستش فرقی نمیکنه. این زنان معمولاً از طریق اسپانسرشیپ فرزندانشون مهاجرت میکنن، در بسیاری از موارد در خانه فرزندانشون زندگی میکنن و در موارد زیادی مشاهده میشه اونهایی که به هر حال در موردش صحبت میکنن بیشتر بار فشار خانه و رتق و فتق امور خونه و فرزندداری، یعنی نوه‌داری در واقع، بر عهده این عزیزان قرار میگیره، در این حال که بسیار پذیرای این مسئولیت هستند و در بیشتر اوقات ازش لذت میبرند که میتونن کمکی به فرزندانشون بکنن که اونها زندگی حرفه‌ایشون رو داشته باشن و گرمای خاص خود در واقع خانواده رو به نوه هاشون میتونن ارائه بدن، ولی یک ساید و یا یک نیمه پنهانی همین ماجرا داره و اون انزوای اونها از جامعه، دوریشون از دوستانشون و حلقه اجتماعیشون، از فامیل، از خونه خودشون که سالها درش زندگی کردن، ندونستن زبان کشور مهاجرپذیر و در نهایت منزوی شدن در خانه و محدود شدن به امور خانه و خانه‌داری و فرزندداری یا نوه‌داری هستش. برای بسیاری از اونها این در عین اینکه بسیار جذاب و دوست داشتنی هست، ولی تکرارش و طولانی شدنش براشون افسردگی در سنین بالا به همراه داره و افسردگی از نوعی هست که به دلیل تابوهای فرهنگی کمتر راجبش میتونن با هیچ کس بعضی وقتا نمیتونن صحبت کنن و صدمات عمده روحی ممکنه که گریبانگیر این عزیزان باشه. دلم میخواست این مورد رو حتما اشاره کرده باشم بهش، با امید به این که همیشه این عزیزان سالم باشن و ما از وجود گرمشون در واقع ما بتونیم لذت ببریم و برخوردار باشیم. من اینجا صحبتم رو تموم میکنم، گرچه صحبت و حرف در مورد زنان، جنسیت، مهاجرت
و همچنین جنسیت، مهاجرت، مسائل قانونی، مسائل اقتصادی بسیار زیاد هست. من همیشه دوست دارم که تشویق کنم همه دوستان و عزیزان رو به اینکه در این موارد با هم صحبت کنیم، باز کنیم مسائل رو و بدون نگاه قضاوتمندانه در مورد تجربیات خودمون و اطرافیانمون با دید واقع بینانه نگاه کنیم، با لنز دیگری به چشمامون بذاریم تا بتونیم مسائل رو راحت‌تر موشکافی کنیم و قدمی برای بهتر شدن و ساده‌تر شدن زندگی بعد از مهاجرت برای خودمون و کامیونیتی های دیگه و اطرافیانمون برداریم. روز جهانی زن رو مجدد به همه شما عزیزان تبریک میگم. ممنونم از اینکه سخنان از حرفای من رو شنیدید و امیدوارم در آینده نزدیک بتونم با شما از نزدیک دیدار و گفتگو داشته باشم. مجدداً از انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون نهایت سپاس رو دارم که این امکان رو برای من به وجود آوردن. ممنون و متشکر. روز بسیار خوبی داشته باشید.